الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 11 از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکم نمودن به حکم الله یا که کفر حکمی بغیر ما انزل الله است. بارک الله فیکم. در این حلقه باذن الله سبحانه و تعالی به شما بیان میکنیم که حکم کردن به حکم الله سبحانه و تعالی این از توحید الله است و این از توحید ربوبیت و از توحید الوهیت و از توحید اسما و صفات است و این به ایمان صحیح، به اسلام صحیح، به شهادت ان لا اله الا الله وارد می شود. پس هر کسی که به حکم غیر الله حکم می کند توحیدش نابود می شود. از جهت ربوبیت، از جهت الوهیت، از جهت اسما و صفات نقصان و شرک به وجود می آید و این چنین رکن لا اله الا الله که کفر بالطاغوت است و این چنین شرط های لا اله الا الله که انقیاد است، اینها را نیز می شکند و نابود می کند و این چنین ایمان صحیح را نابود می کند و اسلام صحیح را نابود می کند. پس بدانید که چخیلی که به اون نمودیم، توحید یعنی معنایش افراد است، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی است که ضد توحید این شرک است. یگان وقت یک چیز را توحید گفته نمی شود بجز در حالتی که همون چیزی که ما در وی توحید دارد یا توحید است میگیم نفی و اثبات دو رکن توحید قبول کرده و بیان کرده باشد. بمانندی لا اله الا الله، حقیقت لا اله الا الله این چی است؟ یعنی افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده، افراد الله سبحانه و تعالی بكل ما يستحق و ما يخص. یگانه یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی یگانه دانستن الله، یگانه فهمیدن الله سبحانه و تعالی در همه آن چیزهایی که این از مستحقی الله است و از خصوصیت های الله است و آن چیزی که الله سبحانه و تعالی مستحق است از آن اوست، هیچ کس شریک شده نمیتواند و از خصوصیت الله است که به من و شما فرض عین است که الله را در همون خصوصیت هاش، در همون مستحقیتش یگانه شماریم و یگانه دانیم. این عبادت است. عبادت انجام دادن، عبادت را تنها باید به الله انجام داده شد. این از خصوصیت الله است، از حق الله است، از مستحقی الله است. بغیر الله عبادت را انجام دادن این شرک است. بزرگ شماریدن این از خصوصیت های الله است. هیچ کسی را بزرگ شماریده نمی شود چگونه که الله را بزرگ شمارده شد. خضوع، شکستگی کردن یعنی شکسته حال، همیشه در حالتی خودتون شکسته حس کردن، خودتون در حالتی محتاجمندی و در حالتی فقیری و در حالتی نیازمندی حس کردن، این فقط به کی میشد؟ به الله. اطاعت از آن الله. محبت فقط به کی باید انجام داده شد؟ به الله، چرا که این از خصوصیت های الله است. البته محبت های طبیعی، اطاعت طبیعی که معصیت در الله سبحانه و تعالی نباشد جایز است، یعنی محبت زن و فرزند و پدر و مادر که این محبت طبیعی هست، نه محبتی که به مانند محبت الله و رسولش. و این چنین حکم کردن به اون چیزی که الله نازل کرده است. الحکم بما انزل الله، این از خصوصیت های الله است، از مستحقیت های الله است که ما باید به حکم الله حکم بکنیم. و تحاکم الیه یعنی مراجعت کردن به محکمه هایی که به محکمه های شرعی، مراجعت کردن برای حل و فصل مشاکل به سبحان الله، حکم الله رسول. این همه این چین از خصوصیت های الله است، از ربوبیت است، از کمال صفات الله است. بارک الله فیکم. پس توحید این یگانگی الله سبحانه و تعالی در الوهیت یعنی در عبادت است و در ربوبیت، در آفرینش، خالقیت، مالکیت و رازق و الاسماء و صفات است. یعنی توحید در ربوبیت، در الوهیت و در اسماء و صفات. یگانگی الله در الوهیت، در ربوبیت و در اسماء و صفات است. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی را اثبات میکنیم با این همه خصوصیت هایش، با این همه مستحقیت هایش که همه اش رو اگر جمع بکنیم به سه حالت باز میگردد:
الربوبیه و الالوهیه و الاسماء و صفات است، ما اثبات میکنیم. و معنای توحید در حکم هم بر همین اساسی که ما ذکر کردیم، این معنایش چی میشود؟ توحید حکم. توحید در حکم. توحید در حکم یعنی یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در حکم و در تشریع قانون براری و در تحکم در سود قاضی، یعنی قضاوت کردن تنها یگانه به حکم الله مراجعت کردن. و ما الله سبحانه و تعالی را یکتا میشماریم، ما موحد میشویم، نوحد الله عز و جل در حکم. الله را یکتا میشماریم در حکم. چگونه ای که الله را یکتا میشماریم در باقی مانده از دیگر نمودهای توحید؟ چگونه ای که در باقی مانده از دیگر نمودهای توحید الله را یکتا میشناسیم؟ در دعا، در خوف، در محبت، در ذبح، در عبادت، در ربوبیت، در اسماء و صفات و غیره. این چنین در حکم الله را یکتا و یگانه میشناسیم. بارک الله فیکم. پس از همین جهت الله سبحانه و تعالی حکمش، حکم الله سبحانه و تعالی به توحید داخل می شود و به من و شما فرض است که به حکم الله حکم بکنیم، کوشش بکنیم، بیاموزیم و فرض عین است که مراجعت به محکمه های شرعی بکنیم و از مراجعت کردن از محکمه های شرعی غیر شرعی که از دست بکشیم، طاغوتی. و این چنین از قانون براری دست بکشیم و تمام قانون برارها رو ما بگیم طاغوت است و اینها چی است؟ مشرک است. برای که قانون برار وردن هم این از خصوصیت الله سبحانه و تعالی است. سبحان الله. پس آنچه که به هر یک مؤمن و مسلمان واجب است این است که داند که حکم این از توحید است، هم از توحید الوهیت، هم از توحید ربوبیت، هم از توحید اسماء و صفات. خلاصه سخن همین است. حکم داخل می شود به توحید ربوبیت، حکم داخل می شود به توحید الوهیت، حکم داخل می شود به توحید اسماء و صفات. مثلا یکم اگر بگیم صفت، حکم این صفت الله است. الحکم این صفت برای الله است. صفت یگانه الله است که هیچ کسی به این شبیه شده نمیتواند و انمین صفت را به کسی دیگر ما اثبات نمی کنیم و اثبات کردنش جایز نیست. کسی دیگر را در حکم به الله شریک قرار دادن و این نام را به کسی دیگر دادن جایز نیست. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف خبر میده، میگه این الحکم الا لله، حکم نیست بجز از آن الله، یعنی تمام حکم از آن الله است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابوالحکم گفتن یک انسانی که با وفدش با گروهش آمد و مسلمان شد، گفتن نام چیست؟ ابوالحکم است. گفتن چرا نام تو ابوالحکم است؟ گفت که وقتی که در بین ما اختلاف می شود، بین دو سه نفر اختلاف می شود، به پیش من می آیند، من در بین اونها حکم می کنم، اونها راضی می شوند، قبول می کنند، برای همین نام من رو ابوالحکم موندند، پدر حکم ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند چقدر خوب است، اما نامت رو ما دیگر میکنیم. حکم گفتند ان الله هو الحکم، الله حکم است. گفتند تو نامت باید دیگر کنی. گفتند کدام فرزندها داری؟ چند فرزند داری؟ گفت فرزندها نامش گفتند کلانیش کدام است؟ گفتند شریح. نام تو از همین روز گفتند ابو شریح. حدیث صحیح است. بارک الله فیکم. پس حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نامی که الله سبحانه و تعالی دارد، صفتی که الله سبحانه و تعالی دارد که این حکم است یا که حکم است، اینه به کسی دیگر ندادند و جایز نیست. گفتند از نظر دیگر بنگرید، داخل شدن حکم به توحید الوهیت این است که حکم این عبادت است. پس به من شما واجب است که الله سبحانه و تعالی را در حکم یگانه بشناسیم. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف آیت 40 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه. حکم همش از جانب الله است، همه حکم از آن الله است و الله امر میکند که عبادت نکنید مگرم الله را. حکم، تحاکم، این همش از آن الله است، از الوهیت الله، از ربوبیت الله است. سبحان الله. عبودیه، طاعه، خضوع، تعظیم، توحید، این همش از آن الله است.
پس بدانید که غایت و مقصدی اساسی از قضیه تحاکم، از قضیه بگویم تحاکم به سوی شرع الله کردن، این تحقیق عبودیت است. یعنی مقصدی اساسی اثبات کردن حکم الله و تحاکم کردن، یعنی مراجعت کردن به شرع الله. مقصد اساسی، غایت چیست؟ مقصد و غایت این تحقیق نمودن بندگی است، تحقیق عبودیت العباد لله، علما میگن تحقیق نمودن بندگی بندگان بر الله است سبحانه و تعالی. یعنی ما وقتی که حکم الله سبحانه و تعالی را تطبیق میکنیم، مراجعت به محکمه های شرع الله میکنیم و قانون نمیبریم از پیش خودمون و این چیز این کار میکنیم، در همین حالت ما چیکار میکنیم؟ عبودیت تحقیق میکنیم، خودمون بندگیمون تحقیق میکنیم. بارک الله فیکم. پس از این جهت داخل میشد. این چنین حکم، این همان عمل است که شرک به این داخل میشد. چخیلی که حکم عبادت است، این چنین حکم هایی هست که شرک است. مثلا نماز یک وقت میشود عبادت است وقتی که به الله انجام میدهد، اما یک وقت میشود که شرک میشود وقتی که به غیر الله انجام میدهد. حکم هم اگر به حکم الله حکم کنید عبادت است، به غیر حکم الله حکم کنید شرک است. وقتی که عبادت شد شرک داخل میشود. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره کهف آیه 26 میگه ولا یشرک فی حکمه احد، در حکم الله کسی را شریک قرار ندید، به حکم کسی دیگر حکم نکنید. پس بدانید چهارمین چیزی که باید بگوییم، حکم غیر الله این طاغوت است. تمام حکم هایی که بجز حکم الله وجود دارد، حکم تورات است، حکم انجیل است، حکم انسان ساخته است، لیبرالی، دموکراتی، علمانی است، حکم کمونیستی است. تمام حکم بابای شما، اولاد شما ایشان است، اولیاء است، کسی نباشد. هر حکمی که مخالف حکم الله است، این حکم طاغوت است و هر کسی که همون طرفداری میکند، به همون کوشش میکند به تطبیقش، این طاغوت پرست است. و به من و شما واجب است که تبرؤ کنیم، براءت خود را اعلان بکنیم از حکم هایی که طاغوتی است و از طاغوت پرستان. چون که الله سبحانه و تعالی در سوره الانعام آیه 114 میگه افغیر الله ابتغی حکما، آیا غیر الله را میخوام که حکم باشد؟ یعنی این نقل از سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. یعنی هیچ کسی در اینجا معنای آیت همین است که غیر حکم الله را نمیخواه، فقط حکم الله را میخواه. در سوره مائده آیه 50 اومده است که افحکم الجاهلیت یبغون، الله حکم جاهلیت، حکم طاغوت را حکم جاهلیت گفته است. آیا حکم جاهلیت را میخواهید؟ و من احسن من الله حکمه، و کی زیباتر از حکم الله که حکم میکند؟ یریدون یتحکموا الی الطاغوت، یک ایده از انسان ها خودشون را مسلمان میگویند و باز دعوا میکنند که مراجعت به محکمه های غیر شرعی بکنند، طاغوتی بکنند، الی الطاغوت، مراجعت به محکمه های طاغوتی بکنند، در حالتی که الله چی کرد؟ و قد امروا ان یکفروا به، در حالتی که الله امر کرد که ما کفر ورزیم. این دلالت میکند که هر یک حکمی که به حکم غیر الله است، این حکم جاهلیت است، این طاغوت است، به من شما واجب است که کفر ورزیم، یعنی رد بکنیم. کفر ورزیدن چی است؟ اول اعتقاد کردن به این که همون چیز، همون حکم غیر الله باطل است. بعد از این دوم همون ترک کردن به زبان، به قلب، به عمل، از همون دور شدن، اجتناب کردن، فجتنبوا الطاغوت، دور شدن، در حالت قدرت و توانایی نابود کردن، در حالت غیر قدرت توانایی هجرت کردن، سب و دشنام و بدگویی کردن، این همه اش کفر بالطاغوت است. 5 چیزی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب، سلیمان السحمان، عبدالرحمن ابن حسن، سلیمان ابن عبدالله و حمد ابن عتیق در کتاب توحید خود ذکر کردن. و بدانید این چنین 5مین چیز رو که حکم قائم می شود بر نفی و اثبات. چخیلی که توحید نفی و اثبات رکنش است، حکم هم نفی و اثبات رکنش. چخیلی که الله سبحانه و تعالی میگه الا له الحکم، آگاه باشید که تمام حکم از آنی که است الله است. در سوره انعام آیه 62 میگه این الحکم الا لله، در جای دیگر میگه حکم نیست بجز حکم الله. یعنی در اینجا الله سبحانه و تعالی نفی کرده است تمام حکم های غیر خودش را و اثبات کرده است حکم خودش را. این الحکم الا لله، یگان حکم نیست بجز حکم الله. لا اله الا الله، نیست معبود بجز الله، نیست حکم بجز حکم الله. عیناً توحید را دلالت میکند. اگر کسی توحید را داند میفهمد که
حکم در اینجا توحید رو، رکن توحید رو که نفی صفات است بیان کرده است. از همین چیزهای ذکر شده ما به شما بیان میکنم که بیان میشود که حکم این به توحید داخل میشود. حکم از توحید الوهیت، اسماء و صفات و ربوبیت است و این چنین حکم از شرک به شرک هم داخل میشود. وقتی که انسان به حکم غیر الله حکم میکند، به حکم بشریت، پس این داخل میشود به شرک. انسان مشرک میشود در ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات و غیره. سبحان الله. اگر کمی وسیع‌تر بگوییم که علاقه حکم به توحید ربوبیت چگونه است، یعنی چگونه توحید حکم به توحید ربوبیت داخل میشد. ببینید برادران و خواهران عزیزم، الربوبیه، توحید الربوبیه چی گفتنی توحید است؟ یگانگی الله. توحید یعنی یگانگی الله در چی؟ در ربوبیت. ربوبیت چیست؟ ربوبیت این تمام فعلهای الله. علما میگن الربوبیه هی افعال الله تعالی. ربوبیت این فعلهای الله سبحانه و تعالی، افعال الله است. و از افعال الله مثلا اینکه الله حکم میکند، الله دین میسازد، الله قانون میبرارد. از فعلهای الله این است که الله حلال میکند، الله حرام میکند. از فعلهای الله این است که الله امر میکند، نهی میکند. پس ببینید آن کسی که قانون میبرارد، حکم میکند، الله سبحانه و تعالی این را رب گفته است، اله گفته است. الله سبحانه و تعالی نامگذاری کرده است آنی که حکم میکند از مخلوقها و قانون میبرارد و حرام میکند و حلال میکند و اطاعت کرده میشود، اینها رو الله سبحانه و تعالی چی نامگذاری کرده است؟ رب. نه فقط یک مجرد اله و معبود، بلکه رب اعلان کرده است. سبحان الله. ببینید به سوره توبه 31 نظر بکنید. الله سبحانه و تعالی میگه اتخذوا، یهود و نصارا به خودشان گرفتن، احبارهم و رهبانهم، علماهای خود و پیشوایان خود و امامان خود را ارباب، رب گرفتند، من دون الله، بجز الله. یعنی الله ترک کردند، پیشوای خود، علماهای خود رب گرفتند. چرا؟ در زیر این حدیث صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیان میکنند که یهودها علماهایشون را دیدند، علماهایشون گفتند که این حرام است، این حلال است، یهودها اطاعت کردند. مخالف حکم الله باشد هم اطاعت کردند. یعنی امروز اگر ما مسلمان خودمون مسلمان گوییم، به قانونهای یهود و نصارا برآورده، به قانون این اروپایی برآورده، دموکراتی، علمانی، لیبرالی یا پیشوا برآورده و علما برآورده اطاعت کرده رفتن گیریم، دانید که ما مشرک میشویم. شرکمون شرک طاعت میشود، ما مشرک میشویم. قانون برآورها مشرک است، برای اینکه اونها حکم و اونها خودش رب کرده است، اینها خودش اله اعلان کرده است، حکم اعلان کرده است. برای چی؟ برای اینکه این ربوبیت الله است. قانون برآوردن این از فعل الله است، از افعال الله است. حکم کردن، قانون برآوردن، حلال و حرام گفتن، امر و نهی کردن، دین ساختن، کنستیتوسیون ساختن و همه را مجبور کردن، این حکم الله است. هر کسی که در اینجا مخالف میبرد داند که در توحید بگویم ربوبیت مشکلی دارد و مشرک در ربوبیت شده است. در این آیت سوره توبه 31 الله سبحانه و تعالی احبار و رهبان، علما و عابدان، عبادتکاران یهود را ارباب اعلان کرده است. ارباب یعنی رب اعلان کرده است. چرا؟ برای اینکه اونها قانون برآوردند، برای اینکه اونها حرام کردند و حلال کردند از پیش خودشون. حلال الله حرام، حرام الله حلال کردند. حکم کردند که همه این عملها از صفات ربوبیت الله است، از افعال ربوبیت الله است که الله سبحانه و تعالی فقط به خودش اینه اثبات کرده است و از غیر خودش اینه رد کرده است و به غیر خودش این چیزا جایز ندانسته است. این از خصوصیت الله است، از مستحقیت الله است. هر کسی که همین چیز به خودش یا به کسی دیگر اثبات میکند، قانون برآوردن، حلال کردن، حرام کردن، حکم کردن به حکم غیر الله، همین چیزا اجازت میتید، داند که این رب است، یک رب رو پیدا کرده است، الهی رو پیدا کرده است. چرا که این صفت ها از صفت های خصوصیت الله است، رب است، از فعل الله است. از همین جهت به پارلمان نشستگانی که هستند، پارلمان هر جایی که دنیا هست پارلمان است، دوما میگند، گسترسنی دوما یا که پارلمان یا که مجلس ملی، مجلس عالی،
عموما جایی که دپوتات ها نمایندگان مردم در اونجا می نشینند و قانون می برآورند. حالت های مردم دیده، شرایط مردم دیده، قانون برآورده هم میگیرند. هر 5 سال یک یا که هر یک 4 سال یک انتخابات میشد، مردم میرند و انتخاب میکنند. اولا هر انسانی که در پارلمان می نشیند این مشرک است و کافر است، هیچ شکی نیست. بجز مرجعه ها، بجز جهمی ها، هیچ کسی بر این خلافه نکرده است. بلکه اجماع علما بر این است که هر کسی که قانون برار خودش را داند قانون برارد و یک حلال الله اگر حرام گوید و همین قانون برایت گوید که این مشرک است. اگر یک حلال الله، حالا امروز به پارلمان نظر کنید که به چند حرامی الله زید برآمدند و حرام حلال کردند، حلال حرام کردند. چرا اینها مشرکند؟ یکمش اگر حلال حلال باشد یعنی خصوصیت های الله که این فعل خاص الله از مستحق الله است که هیچ کسی حق ندارد که به این شریک به الله شود. این از افعال الله است، از ربوبیت الله است. این بنده ها به خودشون دادند. الله حاکم است، الله قانون برار است، اینا خودشون قانون برار میگند، قانون میبرند به مخالف الله. الله خودش گفت که حلال کننده و حرام کننده، اینها قانون میبرند، حلال و حرام میکنند. الله گفت که این از خصوصیت های من است، هیچ کسی حق ندارد که به اینجا دست زند. اینها می آیند و به خصوصیت الله چنگ میزنند. اعوذ بالله. از همین جهت هر کسی که در پارلمان میشینند مشرک است. توبه کند باز است برایت. نماز خواندنش، حج رفتنش، زکات دادنش فایده ندارد، این مشرک است و ما باید اعتقاد بکنیم مشرک بودن اینها را. هر کسی که اعتقاد مشرک بودن اینها را نمیکند، البته این در توحیدش خلل دارد، کفر به طاغوتش خلل دارد. کفر به طاغوت ندارد، موحد نمیشود. اعتقاد به مشرک بودن اینها باید بکنیم، اما اعتقاد کردن یک چیز است و اونها هر یکش تو کافری تو مشرک گفته به مردم رساندن چیز دیگر است. مشرک بودن اونها به زبان هر یکش عینش به مردم گفتن که فلان فلان آدم مشرک است، این وظیفه ما نیست. این به مصلحه و مفسده نظر کرده میشد. اما اعتقاد کردن کافر بودن اینها ما باید دانیم، اعتقاد بکنیم که اینها کافر است و مشرک است. برای اینکه در مسئله تکفیر یک کس کافر گفتن اعتقاد اصل دین است، اما ظاهر کردن به زبانش، گفتن به زبان، این به مصلحه و مفسده نظر کرده می شود. بارک الله فیکم. پس هر کسانی که همون نماینده ها را، دپوتات ها را انتخاب میکند، به انتخابات می رود، اینها هم به شرک اکبر دست دادند. مردم عادی امروز توده می روند، گروه می روند، جماعت می روند، انتخابات می روند. والله این درست نیست، این شرک است. این شرک است و این شرکی اکبر است، اصغر نیست. چرا؟ مردم رفته به خودشون بجز الله دیگر انسان را انتخاب کرده ایستادند که قانون برار من انمین آدم باشد، نماینده من که قانون میبرارد و قانونش برای مصلحت من است. این انسان خوب است، به من قانونهای خوب میبرارد، حلال و حرام و جایز و ناجایز میبرد، من همین انسان قبول میکنم. گفته است به خودش اله گرفته است، به خودش یک معبود گرفته است. از همین جهت انتخابات شرکت کردن هم شرک است و کفر است. اما سوال اینجاست که آیا ما هر یک انسانی که به همون انتخابات شرکت میکند کافر میگویم یا نمیگیم؟ نه. در اینجا تفصیل علما وجود دارد. از سبب اینکه بعضی از علما اجتهاد کردند، بمانند عبدالرحمن البراق، بمانند شیخ ابن عثیمین و غیره، اجتهاد کردند، در این مسئله خطا کردند. برای همین بعضی از مردم به شبهه گرفتار شد. این شرک هم شرک خفی شد، حقیقت در این مسئله بیان نشد. بعضی آدم ها به این فتوای بعضی از علمایی که خطا کردند به اونها رفتند. از همین جهت یک بار ما اونها تکفیر نمیکنیم، میگیم عالم ها، طالب علم هایی که همین شرک بودنش میدونند و باز میروند، اونها مشرک میشن. هر کسی که دانست، فقط طالب علم و عالم نه، هر کسی که دانست و فهمید که شرک است باز میرود به خودش یک اله، یک معبود، یک رب را اختیار میکند، البته مشرک است، کافر است. اما آدم های عادی که نفهمیده ندانسته میروند، میگیم که این عملشون شرک است، این عملشون کفر است، اما اونها را تکفیر نمیکنیم، اونها را کافر نمیگیم. اول به اونها باید حجت رسونده بعد تکفیر کرده شد. این عقیده صحیح اهل سنت و الجماعت است در مسئله شرک خفی. سبحان الله. پس ببینید که مسئله از کجا به وجود میاد. پس الله سبحانه و تعالی در آیت
64 هم میگه ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یعنی بعضیمون رو به خودمون ارباب نگیریم، یعنی بعضی ما بعضی دیگرمون رو به خودمون به بالای سرمون اله قرار ندهیم که و به ما قانون برارد، به ما چی برارد، به ما سبحان الله نظام و ترتیبات برارد. این چنین چیز رو الله حرام کرد در سوره آل عمران آیه 64. یعنی بعضی از ما باید قانون برار شود، حاکم شود، امر کننده و نهی کننده و حلال و حرام کننده شود. شک نیست که اطاعت کننده ها و این عمل انجام دهند همش مشرک است. پس هیچ شک نیست که ربوبیت مخلوق این باطل است. ربوبیت حقیقی این ربوبیت مستحق الله است، این ربوبیت الله است که ما باید موحد در ربوبیت الله باشیم، توحید اثبات بکنیم. یگان مخلوق ربوبیت داشته نمیتواند. چگونه که الوهیت مخلوق باطل است؟ الله سبحانه و تعالی بیان کرد که هر کسی که پرستیده می شود، عبادت کرده می شود، یا که رب گرفته می شود، اله گرفته می شود، سبحان الله، الله اینه چی اعلان کرد؟ گفت مستحق این عبادت نیست، گفت این طاغوت است، این باطل است. و گفت که هر کسی که پرستیده می شود، گفت همون پرستیده شونده رو گویا که عبادت کننده رب اله گرفته است. یعنی که یک انسان دیگر عبادت کند، اطاعت کند، حکمش به جا بیاورد، گویا که همون انسان به خودش چی گرفته است؟ اله، رب گرفته است. سبحان الله. پس به من شما معروف است که اله و رب این یا اله و رب حق است، به حق است که این الله است، یگانه است و تنها است، اله حق، رب حق این الله است، یا اله و رب باطل هست که این بجز الله چیزهای دیگر است. هر چیزی که بجز الله رب العزت و الجلال صفت ربوبیت به خودش میدهد، به الوهیت به خودش میدهد، این اله شده است، رب شده است، اما باطل است. حق این الله است سبحانه و تعالی. چرا که نیست رب بجز الله، نیست خالق بجز الله، نیست الهی به حق بجز الله. همه این چیزها به ما لازم میشمارد که یگان حاکم و قانون برار و امر کننده، حلال و حرام کننده نیست بجز الله. و انمین نتیجه لزومیت واضح کلمه رب است. الا له الخلق والامر. سخن الله است که الا له الخلق والامر. آگاه باشید که خلق و امر از آن الله است، یعنی حکم، قانون و امر و حلال و حرام همش از آن الله است. هیچ کسی حکم کردن نمیتواند، هیچ کسی مستحق حکم کردن نیست، مستحق امر نیست، مگرم بجز همون ذات و کسی که خلق کرده باشد. کی من شما رو خلق کرد؟ کی این عالم رو خلق کرد؟ الله خلق کرد. پس همون الله مستحق حکم کردن و مستحق امر و نهی کردن است. چگونه که خالق نیست بجز الله، این چنین امر کننده نیست بجز الله، این چنین قانون برارنده نیست بجز الله. لا آمر الا الله، لا مشرع الا الله، لا حاکم الا الله. پس کیست همون کسی که خلق از آن او باشد، امر از آن او باشد، حکم از آن او باشد، عبادت از آن او باشد؟ این الله سبحانه و تعالی است که یگانه ما باید همه این عمل را به او انجام بدیم. اصل به این سخن دلیل است که الله سبحانه و تعالی در سوره کهف آیه 26 ذکر می‌کند ولا یشرک فی حکم احد. در حکم الله کسی را شریک قرار ندید، یعنی توحید ربوبیت. هر کسی که در حکم الله کسی را شریک قرار میدهد، قانون برار میشود یا که حاکم میشود، داند که مشرک در توحید ربوبیت شده است. و الله سبحانه و تعالی آشکار خبر داده است در سوره انعام آیه 57 که حکم همش از آن الله است و حکم از آن کسی دیگری نیست، یگانه از الله است. این الحکم الا لله، یعنی حکم یگانه از جانب الله است، یگانه از آن الله است. در سوره یوسف آیه 40 میگه الا له الحکم، آگاه باشید که حکم همش 100% از آن الله است. در سوره انعام آیه 26 خبر میده وله الحکم، حکم از آن او است. سوره قصص آیه 72. پس برادرم،
در این یک چند آیت ها آمده ایستاده است که حکم فقط از آن الله است و هیچ کسی حق ندارد که حکم بغیر حکم الله بکند. امر و نهی و حلال و حرام کردن و کنستیتوسیون و قانون برآوردن این از آن الله است. این از ربوبیت الله است. هر کسی که به این اطاعت نمی کند مشرک است در توحید ربوبیت. سبحان الله. چگونه که الله خالق ما هست، این چنین او آمر ما هست، امر کننده ما هست. برای ما خالق و امر کننده وجود ندارد. برای ما امر مخلوق درست نیست و صحیح نیست، اصلاح ما نیست، برای ما فایده ندارد و این شرک است و کفر است و ما اطاعت نمیکنیم. و مصالح خلق را و بهبودی خلق را بجز خالقشون که الله هست کسی دیگری نمیداند. پس همون الله یکتا و تنها صاحب امر است، صاحب حلال و حرام است، صاحب قانون براری است، صاحب تنظیم کردن و قانون ساختن است و امر کرده است که ما باید به حکم الله یگانه به امر الله بازگردیم، به حکم الله بازگردیم، تحاکم به حکم الله بکنیم، مراجعت به حکم های الله بکنیم و تمام امر به سوی الله باز میگردد. پس هر کسی که این گفته های الله را انکار بکند، قبول نکند یا که بغیر این گفته ها را خواهد، سبحان الله این شرک را خواسته است که بجز الله کسی دیگری را به الله در امر شریک قرار بدهد، منافسه به الله بکند، منافسه در امر الله، در حکم الله بکند، در قانون براری بکند. هر کسی که قانون میبرارد این منافسه کرده اساس به الله در تشریع، نفسش را به بزرگترین پسترین عمل زده است و مستحق بزرگترین عقوبت الله است. سبحان الله این شرک است که بزرگترین ظلم است و بزرگترین فسق است و بزرگترین کفر است و اگر توبه نکرده میرد مستحق ابدالابد در جهنم است. و البته ما سخنهای اهل سنت و جماعت را ذکر میکنیم در مسئله، خیلی که سخنی امام شنقیطی، محمد امین شنقیطی و غیرشون در این مسئله زیاد است. میگن که ان هؤلاء الحكام المشرعون الكفرة الفجرة ليس لهم من صفات ما يستحق الامر والتشريع والحكم. امام شنقیطی رحمه الله، محمد امین شنقیطی میگن در کتاب اضواء البیان، در کتاب تفسیرشون که اونها حاکمان و قانونبران ها میگن، حاکمانی که به حکم غیر الله حکم میکنند، قانونبرانهایی که قانون میبرند، اینها کافر هستند، همشون کافر هستند و فاجر هستند و یگان نفری از اونها مستحق امر و قانونبراری و حکم نیست. و با همین سخنها به شما بیان می شود که حکم این از افعال الله است، این از فعلهای الله است و مشرع و حاکم و قانونبرار این تنها الله است و قانونبرار و حاکم را رب گفته می شود و هر کسی که به قانونبراری غیر الله راضی است و قانون می برارد خودش را رب گرفته است. اگر راضی باشد گویا که یک رب را اجازت داده است، یک اله دیگری را، یک حاکم دیگری را اجازت داده است. والعیاذ بالله. چه که گفتیم یا رب حق است یا رب باطل است. رب حق این الله است که حاکم است و قانونبر است. باطل است، رب باطل و اله باطل همون کسی است که طاغوت است، کافر است، قانونبرار است، مخلوق است، بشر است، بغیر حکم الله حکم میکند یا قانون میبرد یا طرفدارش است. سبحان الله. با همین بار دیگر آشکار شد که قانونبرارها مشرعین میگند، حاکم هایی که بغیر حکم الله حکم میکند، حاکمینی که بغیر ما انزل الله حکم میکند، اینها مشرک هستند، مشرکات در توحید ربوبیت هستند. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و در حلقه آینده به شما علاقه حکم به اسما و صفات را بیان خواهیم کرد، یا که توحید حکم از توحید اسما و صفات بدانش را نیز بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.